خود تربیت از دو بعد تشکیل شده جناب شیرزی صاحب. علی. محبت همراه با حکمت. تنها محبت مفرط یا ناز دادن بیش از حد فرزند را خراب می سازد جناب شیرزی صاحب. یک مورد که محبت همراه با حکمت، قاطعیت همراه با رحمت، قاطع باشه، جدی باشه در زندگی خود، هم خودش در امورات خود جدی باشه، هم در امور تربیت فرزندان خود باید جدی باشه. بسیار. اما رحمت را فراموش نبکنه. و سومین چیزی که بسیار مهم است یا تربیت تشکیل میده، کلمه تربیت جمله تربیت تشکیل میده که ترکیبی هست، از دو بعد هست. آموزش همراه با الگو بودن است. درست فرزندان خود را تعلیم بدهد، درست آموزش بدهد، اینها را درست بیاموزاند و در پهلوی آموزش و آموزاندن خودشان الگو باشند. طفل یا اطفال یا فرزند یا کودک، اینا بیشتر از توصیه، بیشتر از گفتار، بیشتر از امر، بیشتر از نواهی، بیشتر از دستورات به امورات، به کردار و به عملکرد والدین خود، به عملکرد اعضای خانواده بیشتر توجه میکنن و از او بیشتر می آموزن.